اگه یه روز وارد ایستگاه قطار شدی و دیدی جز خودت کسی توی ایستگاه نیست، دنبال ساعت دیواری بگرد. اگه عقربه‌های ساعت برعکس حرکت کردن، باید بدونی که دیگه توی دنیای خودت نیستی. حواستو جمع کن و کارایی که میگم انجام بده. سعی نکن از جایی که وارد ایستگاه شدی خارج شی، چون به جای بدتری میرسی. پس همونجا منتظر قطار بمون. اگر قطاری رسید و داخلش چراغ قرمز روشن بود، سوارش نشو و فقط منتظر قطار بعدی باش. که مسافری از قطار پیاده شد و مسیر خروجو ازت پرسید، جوابشو نده. اگه دیدی مسافر نزدیک شد و شروع به خندیدن کرد، اصلا به صورتش نگاه نکن و ازش فاصله بگیر. وقتی قطار بعدی رسید سوار شو و یه جایی خالی پیدا کن. مواظب باش، هیچ کدوم از مسافرها انسان نیستن. پس باهاشون صحبت نکن. هر وقت توی مسیر صدای آژیر اضطراری رو شنیدی، واکنشی نشون نده. اونا صدا رو نمیشنون، چون این آژیر برای تو. آروم از صندلیت بلند شو و به سمت انتهای قطار برو. که تو مسیر مسئول قطار تو رو دید و ازت خواست به صندلیت برگرد. بهش توجه نکن و به مسیرت ادامه بده. وقتی به انتها رسیدی، دریچه یه روی زمین رو باز کن و وارد شو. اونجا دسته توقف اضطراری قطار رو میبینی. قطار رو متوقف کن. حالا باید عجله کنی و قبل رسیدن اونا از قطار خارج شی تا به واقعیت برگردی، وگرنه برای همیشه اونجا گیر میافتی. موفق باشی.